سلام و درودی به پایان با کل مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند توپ خبرهای ورزشی را برایتان میگوید. آغاز میکنیم. در مرحله نوبتی رقابت‌های UFC برای مخلصان MMA روزی گذشته با قول عید بود. یکی از نامدارترین رقصگران قفقازی بعد حبیب اسلام مخاچف در دایره رقابت‌های UFC 264 که نبرد مرکزی این شب رقابت‌ها محض برخورد اسلام مخاچف و رقصگر برزیلی تییاگو مویزس به حساب می‌رفت پیروز برآمد. این 21مین رقابت 20مین غالبیت و 8مین غالبیت پای در هم او در رقابت‌های MMA میباشد که با این نشان داد او اکنون به تا 5 رقصگران بهترین رده‌بندی یا خود ریتینگ UFC نزدیک میشود. در این برابر این اولین رزم درازمدت ترین او در تاریخ فعالیتش به حساب میرود. او در 4م راوند توانست که تییاگو را شکست بدهد و بعدا خودش اقرار هم شد که این مشکل ترین رقابت و سخت ترین حریفش در کل کارنامه‌اش بود. او بعد رقابت اسرار موفقیتش را در پشت و پناهش قرار داشتن چمپیون به شکست UFC حبیب نورمگامدوف خواند و گفت که با کمک و مصلحت‌های او غالب برآمد و اصرارا طریق بلندگویت رقصگران سطح بالایی این وزن را به جنگ دعوت کرد. او گفت که بچه‌ها شما گرفته میتوانید اما پنهان شده نمیتوانید. من میآیم، من همین جایم. این یک نوع دعوت جانب چیخل گفته رقصگران اندک جدی وزن سبک از قبیل تونی فرگوسون، مایکل چندلر و رافائل دوس آنیوس بود. اما طبق خبرها دانا وایت از میان این سه رقصگر هیچ کدامش را لایق ندانست و به قفقازی وعده رقابت با بنئیل دریوش امریکایی ایرانی تبار را داد که او چند پیش تونی فرگوسون را شکست داده بود. بعد این رقابت اگر اسلام غالب باید با او رقابت برای جایزه را وعده دادند. وارث حبیب پیروهای پیرش را طی میکند. بهترین فوتبالباز سیاره حتی در وقت خوراک نصف روزی خوردن با قول روز ندارد. گپ سر لیونل مسی میرود که دیروز در احاطه بیش از 100 مخلصانش در یکی از قهوه‌خانه‌های شهر میامی با مشقت بیرون برآمد. این در حال سر زد که مسی زمان رخصتی به یکی از قهوه‌خانه‌های مرکز شهر میامی که مالکی آن را یکی از سراینده مشهور آرژانتینی ریکاردو مونتانرو بر ذمه دارد با قصد خوراک نصف روزی خوردن وارد شد، ولی بیرون و داخل این قهوه‌خانه را مخلصان فوتبال احاطه کردند و مسی مجبور شد تا از این ازدحام بیرون شود. او را محافظان و شخصان مخصوص دفاعکارانه از آنجا بیرون بردند. مخلصان چمپیون آخرین کاپ امریکا را با شعار چمپیون با پیش گسل میکردند. نوار این واقعه را پایگاه خبری دیلی میل طریق صفحه اجتماعی توییتر رسانه‌ای کرد. ستاره بودن خوب است یا بد، ولی هر کجای با ستاره ها در این مورد پرسان شدند گفتند که با ما پسند نیست چون آزاد گشتن نمیتوانیم. آدما زیاد با آنها عکس میگیرند، سایه دست میپرسند. خلاص آدمان کمبغل رو فهم میکنند که کمبغلی زور است. جان لویجی کفالت داد که جان لویجی دیگری حتما زمان توپ طلایی میگیرد. شما با این باور دارید؟ گپ سر اندیشه جان لویجی بوفون نسبت مهارت انفرادی جان لویجی داناروما میرود. دروازه‌بان منتخب ایتالیا چند پیش در چمپیونات اروپا چمپیون شد و پس از چند روز از دسته میلان به دسته PSG رفت. خلاص درخش دروازه‌بان امسال در میدان فوتبال باعث تحسین بود. با قول امسال سال داناروما بود. بوفون یک عمر در حق توپ طلایی سوخته عملی ارزوی انسولش را در سیمای جان لویجی داناروما می‌بیند و مطمئن است که داناروما حتما با این جایزه رقم 1 فوتبالبازان نویل می‌شود. او گفته است که داناروما حتما این جایزه را می‌گیرد. این را من از روی مهارت والای او میگویم. زمان 18 سالگی هم به من میگفتند که تو دومین دروازه‌بان تاریخ بعد لیف یاشین خواهی بود که توپ طلایی را به دست می‌آوری. من خودسرانه میگفتم که چرا بعد یاشین کی گفت که من بهترین دروازه‌بان تاریخ نمیشوم؟ وقتی تو جوانی باید از کارت راضی نباشی بلکه از اون هم زیادتر طلب نمایی. داناروما باید برای این جایزه مبارزه برد، گفته است جان لویجی بوفون. خیریت 3 پنالتی فینال را گرداند وگرنه PSG روی میلان را نمیافت. از حیات رمانتیکی فوتبالبازان هم میگوییم. مارکوس لورنته فوتبالباز دسته اتلتیکو مادرید دیروز با دوست داشته خود در مرکز میدان خانگی اتلتیکو مادرید که با اسم واندا متروپولیتانو مشهور است دعوت همسری کرد. این رو هم فوتبالباز و هم دوست داشته او در صفحه اینستاگرامشون رسانه‌ای کردند و در نوار دیده می‌شود که مرکز میدان واندا متروپولیتانو و کرسی‌های چند و خالی میدان شاهد خوشبختی مارکوس لورنته گردیدند. لورنته بالای این نوار در صفحه
اینستاگرامش نوشته است که بهترین همسفر را یافتن مشکل است. خانم لورنت با اسم پادی احساسات خود را در اینستاگرام نوشت و گفت که لورنت با من وعده داده بود که روز دعوت همسری بهترین لحظه زندگی خواهد بود و این روز برپا شد. همین اسایود فوتبالباز در میدان فوتبال توی میکند. کیهانور در کیهان، وای من بیچاره که تا حال برای کالینگ در نوبت قرضگیری از بانکم. وقتی که یک جا عادت میکنی، سرخیو راموس فوتبالباز سابق رئال و فعلی PSG بعد گزارش اکنون با جای لباسهای دسته گرزمانی از PSG را به بر میکند. راموس در رئال همیشه پیش از میدان برآمدن یک عادت معمولی داشت که دستبند کاپیتانی خود را با صفت احترام و افتخار میقاپید و روی میدان میبرآمد. در یک نواری که اکنون در صفحه اجتماعی چرخ میزند دیده میشود که راموس بعد از درست کردن بندهای پایافزال از جای میخیزد و از روی عادت دست خود اونجایی که سالهای سال دستبند کاپیتانی داشت تفتیش میکند که دیگر متاسفانه دستبند کاپیتانی نیست. برای آنکه فوتبالبازان را در پاریس مارکینیوس به میدان میبرد، نه راموس. راموس شاید در اتاق لباس عوضکنی لیدر باشد اما او کاپیتان دسته نیست. وقتی کاسیلیاس راموس 6 سال کاپیتانی رئال را بر ذمه داشت و همین تابستان این مقام را از دست داد. اکنون فهمیدد که بعد وظیفه را از دست دادن فقط عادت باقی میماند. لیونل مسی با یک نشانداد دیگر از همتای خود کریستیانو رونالدو پیش گذشت. یعنی باز در یک موضوع دیگر رکورد رونالدو را شکست. عکسی که در آن مسی جام مسابقه کوپا امریکا را در دست گرفته است در صفحه اینستاگرام بیش از 20 میلیون مقبول یا با اصطلاح لایک جمع نموده است. در این نشانداد میان استفاده برندگان صفحه اینستاگرام تا این دم عکسی در مورد مرگ مارادونا وارد نموده رونالدو یکم بود که طی 19.8 میلیون لایک جمع آوری نموده بود. لیونل مسی در مسابقه کوپا امریکا همراه با منتخب آرژانتین برای اولین بار در فعالیتش چمپیون شد و مخلصان غالبیت آرژانتین را یک نوع غالبیت الوهیده مسی عنوان دادند. چون مسی از همتای خود کریستیانو رونالدو تنها در همین موضوع یک قدم عقب بود که با آن هم سزاوار گردید. همین روز یک نفر شورای فوتبال یک سخن عجیب گفت: مسی واقعا خود را تا همین وقت از رونالدو پس میدانسته است. دیدید من هم در منتخب چمپیون شدم، گفته خود را از خرسندی کشت قریب. اساسیاسیون فوتبال فلسطین از لغو بازی دوستانه بین بارسلونا کاتالونیا و بیتر اسرائیل که میبایست ماه اوگوست در بیت المقدس اسرائیل برگزار میشد مینتداری بیان کرد. ما با بارسلونا برای احترام احساسات میلیون ها مخلصان خود در سراسر جهان که از آن فکر کردند که دسته احترام کننده حقوق انسان با یکی از دسته های نجات پرست جهان بازی میکند اظهار مینتداری میکنیم، گفته شده است در سامانه رسمی اساسیاسیون فوتبال فلسطین. طور وسایل اخبار عامه قید میکند قبل از این باشگاه فوتبال بیتر با سبب رد کاتالونی ها از بازی دوستانه در بیت المقدس با بارسلونا را لغو کرده بود. در نوبت خود فلسطینی ها مخلصان بیتر را با نجات پرستی متهم میکنند، زیرا آنها چندین مرتبه با شعارهای نجات پرست بر ضد فلسطینی ها برآمده بودند. از این رو فلسطینی ها علیرغم دشمنان تاریخیشان با باشگاه بارسلونا اظهار مینتداری نمودند. با همین تمام، تا دیدار، خیر.